اولا این انتقام امریکا هم بی خودی برای خودش و پیام نفرسته و نامه نفرسته و بسیج کرده، همه رو اجیر کرده که بزنن یا بیان اینجا با وزیر خارجه پیام بدن یا خودش نامه میده که تو که مردش نبودی خب چرا اون غلطی کردی، خب که حالا بیفتی به غلط کردن و اینجوری جز برای که مثلا شدید. خب بزدلانه اومدن این کار رو که اینطور اجزلابه کردن و فرستادن و بردن برای که بخواد و قضی الامر قضی الامر یعنی تمام حد اتفاق میفته دیگه، هیچ رو این مسئله برو برگرد نداره، بی خود پیغام پسخام نفرستن هیچ داره. بخش زیاد پیغام اصلا از دست همه خارج، یعنی دست کسی اینا رساله رو به یه جایگاهی به یه حدی مثلا جلو بردن توی رویارویی و تعارض. خیلی از بخشای این کار اصلا دیگه دست هیچ کسی، این جهان اسلام با این عظمتش در هر فرماندهانی که توی جبهه‌های مقاومت کار میکنن تصمیم میگیرن و ضربه زد. هر کاری از جهان اسلام ضربه خواهند زد، هیچ کس دستور به این کار بشون